شب شد و با سلام سلطان داره شام میخوره، جاتون خالی. خودم هم سر سفرم هر شب هم اینجوری، من و سلطان ظرفش جداه، ظرف من جداه. اینم ظرف منه، این ظرف سلطانه. هرچی شام نهار باشه با من میخوره، تعارف هم نمیکنه. خیلی هم عجله میکنه، میگه اول ظرف منو بذارید، سهمیه منو بدید بعد خودت بخور. سلطان گوشت میخوای؟ سلطان از اینم میخوای؟ واسه برات بندازم. میخوای؟ بندازم تو ظرفت؟ بگیر برو.